میخواین با هم آشنا بشین؟ من مرینتم، یه دختر معمولی با یه زندگی معمولی. فقط یه رازی تو زندگیم هست که هیچ کس راجبش چیزی نمیدونه. من دختر کفش ذکیم. تو مثل آز یا بین ماز، تو سفیناست کنار ما، کفش زک و گربه سیاه شکست میدن زبخارا تو شهر ما. این داستان آفتاب پرست. وایسا چطوری تونستی این کارو بکنی؟ کاری کردی همه جوری جاشون عوض کنن تا من بتونم ردیف اول بشینم. البته شاید فکر خیلی خوبی هم نباشه، چون ممکنه حواسم از کلاس پرت کنه و اگه امسال قبول نشم فاجعه است، چون این وقت نمیتونم خونه آرزوهامو بخرم و یه همستر به اسم. هی دختر، معلوم از چی داری میگی؟ تو قرار نیست ردیف اول بشینی، جای تو اونجاست. اون ته؟ چرا؟ جریان چیه؟ خب از اونجایی که اون مشکل شنوایی داره نمیتونه تای کلاس بشینه، پس یعنی باید یه جایی همین جلوها بشینه. پس برای اینکه جواب بده ایوان نشست کنار میلن و نیس نشست کنار الکس. به علاوه جابجایی نینو به اینجا ایده اون بود. حالا میتونی وقت بیشتری با هم بگذرونی. این اونی که میگین کیه؟ صبح بخیر بچه‌ها. مطمئنم تا الان خبردار شدین، ولی لایلا از سفر برگشته و دوباره تو کلاس شرکت میکنه. سلام به همگی. سلام لایلا. جام تو ردیف اوله. شما مشکل شنوایی ما یادتون بود، درسته؟ چقدر مهربونید، ممنونم. من مشکل وزوز گوش دارم. یه صدای زنگ مداوم تو گوش چپم. وقتی داشتم گربه گمشده جگدستان رو از روی باند فرودگاه نجات میدادم، صدای موتور هواپیما پرده گوشمو پاره کرد. احیانا جگدستان کروکودیل نداشت؟ الان آره، ولی قبلا یه گربه داشتن که فهمید بهش حساسیت داره. آدریان، از اونجا که تو دانش آموز خیلی ممتازی هستی، میتونی کمکم کنی تا درسی که برای زمانی که به خاطر مسافرت با مامان بابام ازشون عقب افتادم و جبران کنم این کارو میکنی؟ حتما لیلا. خانم بوسیه، حالا چرا من باید ته کلاس بشینم؟ مگه تو هم مشکل شنوایی و بینایی داری مرینت؟ نه. شنوایی و بینایی من خوبه، پس من ته کلاس میشینم، شما دوتا هم میتونین جلو بشینین، هیچ مشکلی نداره. نه. برگشتن من خیلی مشکل ساز شده. شاید باید اون طرف دنیا میموندم و بر نمیگشتم. اگه مرینت مشکلی داره و میگه که من باید برم عقب بشینم، باشه میرم، اشکالی نداره. من مشکل بینایی یا شنوایی ندارم، فقط راستشو بخواین. خوبه، پس مشکلی نیست. تو بشین اینجا لایلا. آدریان تو سر جات بمون و مرینه تو ردیف عقب بشین. دبیرستان، صحنه نمایشی برای خشم نوجوانا، جایی که احساسات خیلی قویان. یه استادیوم عالی برای آکومای عزیزم. جدا شدن از دوستها و منزوی شدن دقیقا همون چیزیه که عصبانیت ویران کننده ازش ساخته شده. پرواز کن و این دختر دبیرستانی عصبانی رو شرور کن. صفحه 23 کتابتون رو باز کنید. عجیبه، احساس میکنم خشمش در حال از بین رفتنه، ولی بازی دیگه شروع شده. دیر یا زود اتفاق میافته. صبور باش آکومای من. این برای تو لایلا. ممنونم، چقدر مهربونی. این پیش غذات لایلا. اینم غذای اصلیت. منم دسرتو میارم. ببخشید که نمیتونم سینیمو خودم بیارم، با این مچ رگ برگ شده تقریبا غیر ممکنه. ببخشید. لایلا 100% داره دروغ میگه. این داستان گوشش الکی از خودش در آورده تا بتونه اون جلو بشینه. ناراحتی مچشم چرنده. نمیفهمم، تو که اصلا لایلا رو درست نمیشناسی، چرا اینقدر ازش بدت میاد؟ خیلی خب، الان بهتون میگم. اون موقع رو یادتونه که لایلا تازه از تعطیلات تابستون برگشته بود. فقط یه روز اینجا بود و بعد دوباره رفت به اون سفر دور دنیاش. همه شیفتش شده بودن. یه چیزی به نظرم مشکوک میومد، برای همین تعقیبش کردم. نه تنها کفش زک جونم و نجات داد، با هم دوستای صمیمی هم شدیم. اون یه بند دروغ میگه. صبر کن ببینم، یعنی تو فالگوش واسدی اصلا کار خوبی نکردی. یه گزارشگر خوب همیشه مدرک داره. میتونی ثابت کنی اون واقعا دختر کفش زکی رو نمیشناسه؟ خب من
من خیلی خوب. مدرک میخوای تا ثابت بشه؟ هی لایلا، دستمالت یادت رفت. دیدین مشخصه که مچش رگ به رگ نشده. یه بار وقتی هند بودم دیدم چشه یکی با گوشه یه دستمال از کاسه در اومد. اگه نگرفته بودمش ممکن بود مکس رو زخمی کنه. چاره ای نداشتم. لایلا تو چشممو نجات دادی، تو خودتو فدای من کردی. چرا نباید این کارو میکردم؟ مکس آخه تو دوستم. میبرم دفتر پرستاری. به خودت افتخار میکنی؟ بیا حالا باید درد بیشتری رو تحمل کنه. خوب شد؟ نه تقصیر مرینت نیست. اون فقط میخواست بهم یه دستمال بده مگه نه؟ مرینت داری گریه میکنی؟ نه گریه چرا؟ میتونم حس کنم که تو از من خوشت نمیاد ولی نمیفهمم چرا. ما که اصلا درست همدیگر نمیشناسیم. اون همش میخواد خود نمایی کنه. نگو که به خاطر ترتیب نشستن جدید کلاسه ها؟ آره خودشه. تو حسودی میکنی که من ردیف اول کلاس نشستم چون حاضر بودی هر کاری بکنی تو خودت اونجا بشینی. میدونی چیه؟ واقعا ارزششو نداره به خاطر ردیف اول کلاس دعوا کنیم. من و تو میتونیم دوست باشیم و خدا رو چه دیدی؟ شاید بتونیم تو خیلی کارا به هم کمک کنیم ها؟ من و تو فقط وقتی میتونیم دوست باشیم که تو دیگه انقدر دروغ نگی لایلا. نمیتونم ثابتش کنم ولی مطمئنم که وزوز گوش نداری و مچ دستت هم مشکلی نداره. تو شاهزاده آلیو نمیشناسی چون تا حالا پاتو اونجا نذاشتی و برخلاف چیزی که آلیا رو مجبور کردی تو وبلاگش بنویسه، دختر کفش‌زده هرگز جونتو نجات نداده. من فقط چیزی رو به مردم میگم که میخوان بشنون. اسم این کار دروغ گفتنه. به هر حال که کاری از دستت بر نمیاد عزیزم. مردم وقتی چیزی که دوست دارن و میشنون نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن. اگه نمیخوای دوستم باشی اشکالی نداره ولی به زودی دیگه هیچ دوستی نخواهی داشت. به من اعتماد کن. من عمرن نمیذارم که تو نفر اول باشی، چه توی کلاس چه هر جای دیگه ای. به نظر میاد یه ذره کمتر از بقیه احمق باشی. واسه همین یه شانس آخر بهت میدم. تو یا طرف منی یا علیهم. تا آخر امروز بهت وقت میدم جواب بدی. فکر میکردم کلویی بدجنسه ولی به گرد پای لایلا هم نمیرسه. اون مثل یه ابر شروره که لباس مبدلم لازم نداره. نباید بذاری ناراحتت کنه مرینت. اگه موفق نشم دروغاشو برملا کنم زندگیمو نابود میکنه. تیکی دوستامو بر ضد من میکنه. همینطور آدریانو. آره میتونم پدیدار شدن خشم شدید رو حس کنم. مرینت مواظب باش. یا کوما سلام لیلا. آدریان باید بشینیم ببینیم کی میتونی کمکم کنی درسی که عقب افتادم و جبران کنم. شنیدم پیانو هم میزنی. عموی منم یه پیانیست فوق العاده است. وقتی بچه بودم میخواست بهم پیانو زدن یاد بده ولی به خاطر آرتروس نتونستم ادامه بدم. ولی وقتی مچم خوب شد خوشحال میشم یکم بهم یاد بدی. میشه؟ لیلا من خیلی خوشحالم که باهات دوستم و با کمال میلم بهت کمک میکنم به درسات برسی ولی فقط مثل اون دفعه که به دختر کفش‌دوزکی دروغ گفتی به من دروغ نگو. پس حدس میزنم تو هم از نسل ابرقهرمانان نیستی. بیشتر یه ابر دروغگوه. کفش‌دوزکی که دروغ میگه. من قضاوتت نمیکنم لیلا ولی به جای دوست پیدا کردن همه رو با خودت دشمن میکنی. اگه چیزی اذیتت میکنه میتونی بهم بگی. میتونم کمکت کنم ولی باید راستش رو بهم بگی. میخوای با این سخنرانی کردنت مثل کفش‌دوزکی ابرقهرمان بشی؟ خب ممنونم. من نمیخوام. من هنوزم حاضرم اگه خواستی تو درسات بهت کمک کنم. تو میتونی در مقابلش مقاومت کنی مرینت. فقط روی کسایی تاثیر داره که فکر میکنن راه حلی برای مشکلشون وجود نداره. درست میگی. نمیتونی روی من اثر بذاری. من به خودم اطمینان کامل دارم. من مرینتم. چه اتفاقی افتاد؟ حس خشم از بین رفته؟ ولی میتونم طغیان یه چیز دیگر رو حس کنم. نمیتونم اون آدمای درست کار و مثبت رو تحمل کنم. وای شانس بهم رو کرد. نمیتونیم بذاریم این آکوما برای خودش ول بچرخه. تیکی دختر کفش‌دوزکی آماده. بیا اینجا آکوما. ارباب شرارت من لیلا هستم. میدونم که تو میخوای کفش‌دوزک رو نابود کنی. منم همینو میخوام. آره تو رو خوب یادمه. به هم قدرت‌های ابر شرورانه بده تا منم معجزه‌گر اونو گربه سیاهو با بیارم. کمال میل.
چند تا قدرت جدید برات دارم آفتاب پرست. باید یه راه دیگه پیدا کنم. اوه دروغ گفتم. نینو باید یه چیزی بهت بگم. تو خیلی بی‌لیاقتی. نه لیاقت دوستی با منو داری، نه حتی کلاهتو. هی با قیافه‌هاتونو ببینین. اجرام تو برج ایفل رو از دست ندین. عاشقش میشیم. چی؟ آدریان نه. آی نه مواظب باش. ممنونم دختر کفتوزکی. ممنون. خدای من الان میافته. لا 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 لا. کار خیلی آسونیه. هر وقت یکی کمک لازم داشته باشه سر و کله اون کفتوزک احمق پیدا میشه. آدریان بس کن. کمکم کن، من دارم تعادلم از دست میدم، دارم میافتم. وای خدای من. قهرمان بی همتای شهر. تو آدریان نیستی. حق با توه. من آفتاب پرستم. داری پیشرفت میکنی دختر کفتوزکی. این خیلی خوبه. نبردمونو جذابتر میکنه. میدونم آکومات کجاست آفتاب پرست. وقتش شرارت ولی آکوما اگه یه تلیس باعث به خواب رفتنی شده باشه چی میتونه بیدارت کنه؟ وای نه نکنی باید برم تو دهنت. وای امیدوارم هیچ که اینو نفهمه. بلک چه اتفاقی افتاده؟ داری چی کار میکنی؟ چی؟ من هیچی. دوست لالا تلسمت کرد تا خوابت ببری. باید تو انتخاب دوستات بیشتر دقت کنی. حتما دوباره تحت تاثیر آکوماه. زود باش بلک، تبدیل گربه ای. کوانتین کوانتین. دختر کفتوزکی یه شرو رو دیدم که رفت اونجا. ممنون. اینجا نمون باشه، خطرناکه. از اونجا بیا بیرون آفتاب پرست. او پسرم دختر کفتوزکی تو پیداش کردی؟ پیداش کردم. مواظب باش کفتوزک. فقط خودمون دوتا موندیم کفتوزک. پنجه برنده. الان میفهمم تو واقعا کی هستی آفتاب پرست. اول من میفهمم تو کی هستی. نگران نباش. چه بد که قدرت های گربه سیاه قراره نابودت کنه. ممکنه. البته اگه دستت بهم برسه. زود باش معجزه‌گراشو برام بگید. اول خودشو میگیرم. دیگه نمیتونی فرار کنی دختر کفتوزکی. دستشم ندارم. گردونه خوششانسی. یه تیشرت. نقشت برای شکست دادن من اینه که مجبورم کنی مثل تو لباس بپوشم. حالا که فکرشو میکنم تیپ خیلی مزخرفی میتونی برام درست کنی. دوباره شکست خوردی. پنجه برنده.
آفرین آفتاب پرست، به کفش دوزک تبدیل شو و وقتی تسخیرش کردی میتونی خیلی راحت معجزه‌گرشو برام بیاری. دختر کفش دوزکی، ما باید دوست باشیم نه دشمن. وای خوب دهنشو بستی بانوی من، ولی هنوز خطر از بین نرفته. وسیله آکوما شدنش کجا؟ من یه فکری دارم. خانم بفرمایید. میشه زحمتشو بکشی؟ بله هرچی شما بگین دختر کفش دوزکی. خدمت شما. ممنونم. الان میفهمیم تو واقعا کی هستی آفتاب پرست. حالا میبینی یه آشنای قدیمیه. دیگه بدجنسی کافیه آکوما کوچولو. وقتش شرارتت خونسا بشه. گرفتمت. خداحافظ پروانه کوچولو. کفش دوزک معجزه‌آسا. نگران نباش، بدون کلاهت هم خوب به نظر میاد. لایلا کفش دوزک. حداقل حالا میتونی بگی واقعا زندگیتو نجات دادم. آشتی. ممنون دختر کفش دوزکی. باعث افتخارم تو رو دوستم صدا کنم. آره خوشحالم که اینو میشنوم. هی از من به تو نصیحت، مجبور نیستی دروغ بگی و تظاهر به اونی که نیستی بکنی. همه تو رو به خاطر خودت دوست دارن. بهت قول میدم دختر کفش دوزکی. خداحافظ. خداحافظ. استعداد بیمانندی در این لایلای جوان میبینم. مطمئنم احساساتی که نسبت به کفش دوزک داره بالاخره منو به هدفم میرسونه، حالا به هر شکل ممکن. معلومه که جونمو نجات داد. اون هیچ وقت فرصت نجات دادن دوست صمیمیشو از دست نمیده. بالای برج ایفل وزوز گوشت باعث نشد سرگیجه وای بگیری؟ نه، دختر کفش دوزکی اونقدر خوب منو میشناسه که برام محافظ گوش آورد تا بذارم تو گوش راستم. گوش راست گفت. گوش راست همین امروز صبح گفت که گوش چپش وز میکنه. این دفعه دیگه مچشو گرفتم. میخوای به همه بگی؟ معلومه لایلاییه. دروغگوه. آره میدونم، ولی فکر میکنی رو کردن دستش وضعیتو بهتر میکنه؟ اگه تحقیرش کنی بیشتر صدمه میبینه. رنجوندن یه آدم بد هیچ وقت به آدم خوب تبدیلش نمیکنه. من و دختر کفش دوزکی خیلی با هم صمیمیم. پس باید همینجور کنار وایسیم و بذاریم دروغ بگه. تا وقتی من و تو حقیقتو میدونیم چه اهمیتی داره؟ حق با توه. شاید اونقدر هم مهم نیست. عصر بخیر بچه ها. آفرین که کار درست رو انجام دادی مرینت. هی این عقبم باحاله ها. لایلا، حاضر. آدریان، حاضر. مکس، حاضر. تمرکز کن مرینت. حواست نباید پرت بشه وگرنه قبول نمیشه. اون وقت چطوری میتونی خونه آرزوهاتو بسازی و یه همستر داشته باشی؟ خانم بوستیه 3 بار اسمتو صدا زد. انگار تو هم مشکل شنوایی داری مرینت. چطور بیای ردیف اول کنار لایلا بشینی؟ خانم بوستیه این فوق‌العاده است دیگه. وسوسه گوشم رو حس نمی‌کنم. از بین رفته. این معجزه است. باید کار دختر کفش دوزکی باشه. الان دیگه میتونم برم عقب بشینم. اشکالی نداره. ببخشید خانم بوستیه، میشه برم کنار مرینت بشینم؟ نینو حرف میزنه حواسم پرت میشه. تو که فکر نکردی میذارم دوست صمیمیم تنها بشینه. عذر میخوام خانم بوستیه، میشه منم جا به جا بشم؟ میخوام دوباره پیش نینو بشینم. ببخشید لایلا، اون بهترین دوستمه. خانم اجازه میشه منم جای قبلیم بشینم؟ منم دوست دارم پیش دوستم بشینم. منم همینطور.
بعدم میبینمت مرینت. خدافظ. میبینم که تصمیمتو گرفتی مرینت. از این لحظه به بعد من و تو همیشه در جنگیم. تو دوستاتو از دست میدی و تنها میشی، ولی من هیچ وقت تنها نمیمونم. حالا میبینیم لیلا. بچرخ تا بچرخیم.